سلام كمسك الختام. پدر جان، نماز جمعه چگونه نماز هست؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزندم، روز جمعه برای مسلمانان روزی مبارک می باشد. در این روز سید مردان طهارت نموده لباسهای زیبا پوشیده به سوی مسجد روان می شوند. در این روز برادران همدین جمع می گردند و نماز جمعه را با جماعت می گذارند. پدر جان، نماز جمعه چند رکعت است و کی خوانده می شود؟ فرزندم، دین مبین اسلام به مسلمانان تعلیم می دهد که چون وقتی نماز فرا رسد همه کارها را یک طرف گذاشته از پی بجا آوردن نماز باشند. برای برپا نمودن نماز جمعه امام و اقلاً جماعتی نکم از 3 نفر لازم است. نماز جمعه از 10 رکعت عبارت بوده در روز جمعه در وقت نماز پیشین برپا گردیده آن را عوض می کند. شخصانی که نماز جمعه را با یگان سبب ترک نمودند به جای آن نماز پیشین را می گذارند. نماز جمعه تنها با جماعت خوانده می شود. الله تعالی می فرماید: ای مؤمنان، چون در روز جمعه اذان برای نماز داده شود پس به سوی یاد کردن خدا بشتابید و خرید و فروش را بگذارید اگر می دانید که برای شما بهتر است. سوره جمعه آیت 9. پدر جان، نماز جمعه برای کی فرض می باشد؟ پسر جان، نماز جمعه برای مردان سالم و به سن بلاغت رسیده فرض می باشد. پدر جان، برای کی نماز جمعه فرض نیست؟ پسر جان، نماز جمعه برای زنان، بچه ها، بیماران و پرستاران بیماران، مسافران، در آزادی نبودگان و معیوبان فرض نیست. اگر این آدمان به هر حال این نماز را گزارند، نماز آنها قبول گردیده حسابیده شده نماز پیشین از ذمه آنها ساقط می گردد. پدر جان، شرط‌های بجا آوردن نماز جمعه کدام‌هایی؟ فرزندم، اول اینکه نماز جمعه در وقت نماز پیشین خوانده می شود. دوم، پیش از برپا گردیدن نماز خطبه خوانده می شود. سوم، جایی که نماز جمعه برپا می شود باید برای همه دسترس باشد. چهارم، بغیر از امام نه کمتر از 3 نفر مرد باید حاضر باشد. پنجم، باید امام از راهبریت دینی مسلمانان این محل اجازت گذرانیدن نماز جمعه را داشته باشد. پدر جان، نماز جمعه را چطور میخوانیم؟ فرزندم، بعد از آن یکم 4 رکعت سنتی پیش از فرض نماز جمعه خوانده می شود. بعد از آن امام برای خواندن خطبه به منبر می براید. سپس اذان دوم خوانده می شود. بعد از اذان امام از جای خسته راست ایستاده خطبه می خواند. جماعت آرام نشسته خطبه را گوش می کنند که خواندن و شنیدن آن واجب می باشد. بعد انجام خطبه اقامت گفته می شود. جماعت از پس سر امام نیت کرده 2 رکعت نماز فرض جمعه را می خوانند. بعد از آن جماعت در علاهیدگی 4 رکعت سنتی بعد از نماز جمعه را می خوانند. فرزندم، حرکت بکن که نماز جمعه را ترک نکنی و این چنین نمازهای 5 وقته خود را تا حد اقل می توانی با جماعت بگذاری. فهمو پدر جان، رحمت.
این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.